سلام. مدتیه که خامنه‌ای خوابنما شده که چاره همه مشکلات لاعلاج نظامش رو کشف کرده. یعنی این دفعه دیگه واقعی. ولی فقیه میگه اینو اگر داشته باشه دیگه تو گل نمیمونه. که حالا اون چیه؟ دولت جوان، جوان حزب اللهی، جوان مؤمن. به نظر من علاج مشکلات کشور هست و میتوانه کشور رو از راههای دشوار عبور بده. بله، پس دولت جوان حزب اللهی قرار حلال همه مشکلات نظام بشه. یعنی یه چیزی تو مایه‌های واکسن کرونا برای جهان. هرچند که واکسن کرونا تو مراحل آزمایشگاهیه تا اطمینان بخش بودنش تضمین بشه، ولی خامنه‌ای با دستپاچگی یک چیزی تحت عنوان مجلس حزب اللهی سرهم کرد و قالیباف هم گذاشت سرش و همه اراذل و اوباش نظام رو هم ردیف کرد که بهش تبریک بگن. فرماندهان سپاه، ارتش و نیروی انتظامی هم در پیام‌های جداگانه آمادگی خود را برای حمایت و همکاری با مجلس شورای اسلامی اعلام کردند. معاون اول رئیس جمهور در پیامی ضمن تبریک انتخاب آقای قالیباف به عنوان رئیس مجلس بر آمادگی دولت برای تعامل مؤثر با مجلس 11 در جهت غلبه بر مشکلات مردم و حل مسائل کشور تاکید کرد. البته همین معاون اول که الان داره خیلی شیک و رسمی به قالیباف تبریک میگه، قبلا توی مناظرهای انتخاباتی با ادبیات دیگه‌ای با قالیباف صحبت میکرد. آقای قالیباف، املاک مردم چی کردی؟ طبق گزارش سازمان بازرسی کل کشور 2200 میلیارد تومان املاک مردم بخشیدی، تخفیف‌های نجومی دادی، آپارتمان 10 میلیارد تومانی رو 2 میلیارد تومان دادی، نه پول گرفتی، گفتی 20 ساله بیان پولش بدن. چرا کسی که افشا کرد متاسفانه 3 ماه گرفتین در سلول انفرادی زندانش کردین؟ آقای قالیباف، شما بیشترین تخلف در بانک‌هایی که در هولوش شما بودن انجام دادین. شما میدونید بانک سرمایه رو به چه قیمت به چه کسی واگذار کردی؟ در ادامه میگم به شما. بانک سرمایه که سهامش متعلق به شهرداری بود، به یکی از کسانی که مفسد اقتصادی بود به چه شیوهی واگذار کردن؟ خب جهانگیری هیچ توضیحی نداد که چطور شد که مواضعش الان نسبت به قالیباف تغییر کرد. اما به نظر میرسه که در پرده اول ایجاد دولت جوان حزب اللهی خامنه‌ای مهره دیگه‌ای نداشته و با سیل تبریکاتی که راه انداختن احتمالاً میخوان به نیروهای وارفته نظام یک شوک الکتریکی وارد کنن که آی بیا عمو اومده، چی آورده، نخود و کشمیش، که میخوان بگن چی شده؟ با این مجلس 11 مثلا اکسیر حیات نظام پیدا شده. اولا مجلس توی این نظام برگ چغندرم نیست، یعنی هیچ اختیاری از خودش نداره. حتی اگر همه 290 نفرشون با هم یه چیزی بگن ولی خامنه‌ای ببینه دارن از خطش خارج میشن، گوششون رو میکشه که گوشی دستشون بیاد که اینجا نظام ولی فقیه. که در خیلی جاها مجلس میخواد یه کارایی رو انجام بده ولی دستور میاد که صلاح نیست و نباید انجام بده. در خیلی جاها مجلس میخواست وارد بشه ولی اجازه ندادن. پس توی مجلس این نظام هر کی هم باشه فرقی نمیکنه، جز عروسک خیمه شب بازی ولی فقیه نقش دیگه‌ای ندارن. بعد دوما یه جوری جو میدن که مجلس 11 رو یک دست کردن که انگار اون مجلس قبلی رنگین کمانی از گرایشات مختلف سیاسی بوده. بابا اونا هم که همه خودشون میگفتن سپاهی بودن. البته مجلس 10 برخلاف مشهور یه مجلس اصلاح طلب نبود، اکثریت اصولگرا بودن ولی همین مجلس هم عرض کنم به طور کلی اونطور نیست که دستش کاملا باز باشه. سوما اگر هم بعضا توی این استبل نظام دعوایی میبینیم، دعوا بر سر سهم بیشتر از سفره انقلابه و نه چیز دیگه. اونایی که رد صلاحیت شدن و تو مجلس 11 راشون ندادن، دولت جوان حزب اللهی رو اینطوری توصیف میکنند. اما امروز نسلی که در کارنامه‌اش نه عمر انقلاب دارد نه دفاع، همه نظام را حق خودش میداند، سهم خودش، مال خودش، نوش جان، ایامتان به کام. حالا ببینیم که این آجیل مشکل گشای خامنه‌ای یا همین دولت جوان حزب اللهی خلاصه تا به حال این تیپ آدما چه مشکلی حل کردن که خامنه‌ای میگه اینا علاج همه مشکلاتن. تو زمینه علمی مشخصا در مقابل مشکل روز دنیا که کرونا باشه، دستگاه کرونایاب رو گذاشتن وسط که قراره
با همین در قابلمه ویروس رو تا شعاع 100 متری شناسایی کنه. چیزی وجود نداره؟ بله، جایی که وجود نداره. ویروس رو داخل خشاب دستگاه میگذارند و میدان مغناطیسی که این ویروس ایجاد میکنه باعث میشه که این آنتن هر کجا ویروس مشابه این رو پیدا کنه در محیط در شعاع 100 متری به سمت اون نقطه هدفگیری میکنه. و خب این اختراع اونقدر موفق بود که مخفیش کردن و دیگه جایی هم اسمی ازش نمیارن. در زمینه سیاست خارجی این جوانان حزب اللهی علاقه‌ای به گفتگوهای بی‌نتیجه ندارن. بیشتر تو خط تخریب و بالا رفتن از دیوار هستن، به خصوص اگر دیوارش دیوار سفارت باشه. تجمع روز سه‌شنبه به دعوت سازمان بسیج دانشجویی برگزار شده بود. این اقدام دانشجویان خشمگین در واقع پاسخی بود به اقدامات دولت انگلیس بر ضد ملت ایران. بله، همینطور که می‌بینید این جوانان حزب اللهی با آتش زدن و تخریب اموال کشورهای دیگه ظاهراً حالشون خیلی خوب میشه. و خیلی جالبه که سردسته این اوباش در حمله به سفارت عربستان یه آخوند پاسداری بوده به اسم حسن کردمیهن که اون روزا از راه دور اینطوری قائله رو هدایت میکرد: اون مدارک اگر از اونجا بیاد بیرون، اونجا خوب تخریب بشه، منتها مهم مدارک و عکس و ایناست، بیاد بیرون اون سفارت حالا را نمیفته. حرف و دقیق بفهمید. اگه کارا رو نکردید دوباره برگردید تو. هر چی مدارک هست بیایید بیرون. میخرم، پول میدم. صد عباس عکس اون عوضی چرا اون بالا رو دیواره؟ بکن اونو برای من بردار بیار. اونو من میخوام. پول میدم پاک. حاجستان ما یه مقدار مدارک داریم، چند میخرین رو از ما؟ این صوتی هم که من الان گذاشتم رو هم زحمت بکشید بعد از اینکه خوندید و مطالعه کردید پاک کنید، اینا منتشر نشه جایی. این همراهی که امشب نیروی انتظامی کرده نشون از این میده که دولت و نظام هم اینجا چراغ سبزی رو تقریبا دادن. پس جوان حزب اللهی اونم از نوع آتش به اختیارش یه چیزی تو این مایه هاست. اما قصه جالبتر اینه که وقتی آلبوم عکس‌های قالیباف رو ورق میزنی جا به جا عکس این یارو در کنار قالیباف دیده میشه. کردمیهن اینجا، کردمیهن اونجا، کردمیهن همه جا. و بعد اگر کمی بیشتر بگردید متوجه میشید که این آخونده اصلا عضو ستاد انتخاباتی قالیباف هم بوده. به تمام برادران خودم در ستادهای انتخاباتی های قالیباف در کشور عرض کردم که این انتخابات خواهشاً ایشونو با کسی مقایسه نکنید. کاندیدای ما یه نمره‌ای داره، اون عدد یه جایی قرار داره، خواهشاً مقایسه نکنید. 8 سال جنگ، 10 سال جبهه بوده، از کردستانش بوده تا بعد از مرصادش بوده. دور و بریاش یه مش بچه حزب الله یه گیره کشیده 4 تا حکم از آقا داره، معتمد آقا. به به، چه واسه هم نوشابه هم باز میکنن. خب پس این جوانان حزب اللهی گرایش سیاسیشون بالا رفتن از دیوار سفارته. حالا عربستان باشه انگلیس دیگه زیاد فرقی نمیکنه. البته این بالا رفتن از دیوارها خیلی هم کم هزینه نبوده و یه هزینه‌های کوچولویی هم ایجاد کرده. یه قلم 27 میلیارد تومان از جیب مردم به عنوان خسارت عوامل خودسر به سفارت انگلیس پرداخت شده. و این نشون میده که این جوانان حزب اللهی رزومه خیلی موفقی داشتن، چون برای یه سیرک ابلهانه و بی‌نتیجه شون یه چیزی معادل 1,300,000 پوند از پول مردم باد هوا شد. خب ممکنه یکی بگه که عرصه علم و سیاست اصلا در حیطه مغز جوان حزب اللهی نیست. جوان حزب اللهی حرفه اصلیش کار نظامیه. مثلا در زمینه صنعت دریانوردی اخیراً جهش کردند و این 2 زیر دریایی رو تولید کردن. یک سلاح بسیار کارآمد و دهشتناک، کاملا بومی، الگو برداری شده از نمونه‌های هوایی چرخ و فلک‌های دهه 60 و البته سوالات زیادی رو هم بین کارشناسان نظامی دامن زده. از جمله اینکه بعد از جوش شدن این چند تا بشکه به هم یه صافکار نداشتن که قبل رنگ یکم بتونه بزنه حداقل بدنش صاف به نظر بیاد. و در مورد موتورش یه فرضیه هم اینه که اصلا موتور نداره و احتمالاً یه چیزی مثل خر دریایی رو بهش میبندن که زیر آب این رو بکشه و برای محیط زیست هم ضرری نداشته باشه.
اما در عرصه پرتاب ماهواره دیگه واقعا جهش داشتن، چون بالاخره موفق شدن یک ماهواره تو مدار قرار بدن که با یا الله و ماشاءالله فرستادنش هوا. یا الله! فقط 510 ثانیه بعد از پرتاب ماهواره کاملا در مدار خود قرار گرفت و مستقر شد. تنها یک مشکل کوچیک وجود داره که ماهواره بعد از مستقر شدن دیگه رفته دنبال کارهای خودش، چون دیگه خبری از اون ماهواره نشد و ظاهرا ارتباطی هم با مرکز نداره و فقط از اون بالا چشمک میزنه و دست تکون میده که ما هستیم و زیاد نگران نباشید. البته اینکه هدر دادن این همه پول برای ماهواره پرونی و ارتقای موشک‌های بالستیک دوربرد در این شرایط کرونایی دقیقاً کدوم مشکل ملت رو قراره حل کنه معلوم نیست، چون مردم هیچ وقت نگفتن که ما موشک دوربرد میخوایم، بلکه خیلی ساده‌تر از اون آب، برق، غذا و سرپناه میخوان. آب نداریم، برق نداریم، ایرانیم، گرفتاریم. 40 خانوار 45 خانوار بدون برق تو شهرستان بم هنوز ما حیرانیم. گرفت به این بیماری کرونا استاکنون آب که نداریم حتی دستمون یا صورتمون بشوریم. امروز 2 اردیبهشت سال 99 اینجا سرپلازه ها محلی نیروی انتظامی حدوداً 891 روز دقیقاً فکر کنم از زلزله گذشته ما هنوز داخل کانوسیم. چند تا خانوار اینجاست، الان 3 روز آب برقمون رو قطع کردن به خاطر سختگیری زیاد، دیگه نمیذارن اینجا باشیم. ولی جوان حزب اللهی عشق موشک و ماهواره کاری به این دردهای مردم نداره، دنبال اقتدار نداشته نظامشه. اگر تو فضا هم نشد دیگه زیر جو واقعا همه چی تو چنگشه. به طور خاص هیچ موجود زنده‌ای از تور موشکاش زنده بیرون نمیاد. اصلا بین خودی و غیر خودی تبعیض قائل نمیشه، یعنی بین هواپیمای مسافربری و کروز فرقی نمیذاره، با همه یکسان برخورد میکنه. آقا نخواستیم اصلا بریم روی زمین و تو سطح دریا. اینجا دیگه جوان حزب اللهی حسابی شیلنگ تخته میندازه. کلا هر جا موشک هست جوان حزب اللهی همونجاست. عصر دیروز هنگام اجرای تمرین دریایی در آبهای جاسک و چابهار برای شناور پشتیبانی سبک کنارک سانحه‌ای رخ میده که بر اثر اون 19 نفر از پرسنل نیروی دریایی ارتش به شهادت میرسن. هواپیما رو با کروز اشتباه گرفتید، کرونا رو با آنفولانزا اشتباه گرفتید، ناوچه رو با چی اشتباه گرفتید؟ اینقدر که این جوانای حزب اللهی توی این 6 ماه اخیر از مردم خودمون تلفات گرفتن، هیچ دشمن دیگه‌ای نمیتونست اینطور تلفات بگیره. بی خود نیست که مردم میگن دشمن ما همینجاست، دروغ میگن آمریکاست. دشمن ما همینجاست، دروغ میگن. البته فکر نکنید که آسیب این جوانان حزب اللهی فقط به جان مردمه، بلکه به جیب مردم هم هست. یه قلمش فقط 30 میلیارد دلار از جیب مردم در آوردن، خرج دفاع از حرم بشار اسد کردن. ما شاید 20 تا 30 میلیارد دلار پول به سوریه دادیم، باید از سوریه پس بگیریم. حالا همینایی که برای بشار و حزب الشیطان و مزدورای عراقیشون اینطوری دست بده دارن و نفتکش برای ونزوئلا بنزین میبرن، وقتی به مردم ایران میرسه قیمت بنزین رو 3 برابر میکنن، هر نوع اعتراضی رو هم با گلوله پاسخ میدن. الان نزن، بذار بیام جلو. پس معلوم شد که راهکار جوان حزب اللهی برای حل مشکلات مردم چیز جدیدی نیست، همون روش‌های سنتی امامشون در 4 دهه گذشته است، یعنی سرکوب ملت. این جنایتکاری هم که الان در رأس مجلسشون قرار گرفته اتفاقا تو همین زمینه تخصص داره. من تو جلسه نشستم، نمیخوام اسم ببرم، افرادی که تو جلسه شورای امنیت کشور، نه شورای امنیت ملی، تو وزارت کشور نشسته بودیم. من تو اون جلسه محکم دعوا کردم، حرفای بسیار تندی زدم، نمیخوام اینجا بزنم، در شأن جلسه نیست، یعنی اونجا من اصلا شأن جلسه رعایت نکردم و گفتم امشب هر کی بیاد تو کوی بخواد این کارا رو انجام بده، من قالیباف به عنوان فرمانده ناجا محکم میستم، لولش میکنم و جمعش میکنم. چون توی اون جلسه با برخوردی که انجام دادم مجوز حضور نظامی و تیراندازی برای ناجا
در کوی دانشگاه در سال 82 از شورای امنیت کشور آقای لاری، آقای معین، اونا پاش امضا کردن به من دادن. پس تا جایی که به توانایی جوانان حزب اللهی برمیگرده، جز به بار آوردن افتضاح در هوا و زمین و دریا چیز دیگه‌ای ندارند. در نتیجه تنها دلیل دلبستن خامنه‌ای به این دولت جوان حزب اللهی چیزی جز کشتار و سرکوب هرچه بیشتر نیست، که البته جوانان قیام آفرین و کانونهای شورشی این دولت جوان حزب اللهی رو به سرعت پیر خواهند کرد. اونچه که مسلمه اینه که این یافتم خامنه‌ای تحت عنوان دولت جوان حزب اللهی هیچ برگ جدیدی نیست و در همه زمینه‌ها نه تنها دردی رو از خامنه‌ای علاج نخواهد کرد، بلکه اون رو در شیب بدبختی‌های هرچه بیشتر خواهد انداخت. راه علاج واقعی مشکلات مردم قیامی است که در تقدیره. وقت بخیر و خدا نگهدار.